میدونستین عربستان 6 میلیون گرسنه داره؟ شاید فکر کنین عربستان چون درآمد نفتیش بالاست همه مردمش پولدارن، اصلا فقر و بیکاری تو اون کشور وجود نداره. ولی حقیقت چیز دیگه ایه که نمیخوان شما بدونید. نرخ فقر تو عربستان 20%، یعنی 6 میلیون نفر از جمعیت این کشور زیر خط فقرن و نرخ بیکاری هم به 13% رسیده. شاید باورتون نشه ولی تو ریاض که پایتخت این کشور 44% مردم خونه ندارن و مستاجرن. حالا فقر و بیکاری و اجاره نشینی یه طرف، محرومیت امکانات هم تو عربستان خیلی زیاده. مثلا شهرک الولید تو شهر جده 20 ساله که برق نداره و غروب که میشه شهرک تو تاریکی کامله. شهرک الریان تو شمال شرق جده هم با 20000 نفر جمعیت 30 ساله که مدرسه نداره و بچه‌ها مجبورن هر روز 2 ساعت پیاده روی کنن تا برسن مدرسه. از یه طرف چند میلیون نفر تو همچین جایی با کمترین امکانات زندگی میکنن، از طرف دیگه بعضیشون اینقدر پول دارن که با غذایی که تو یه مراسم عروسیشون دور ریخته میشه 250 نفر سیر. طبق آماری که خود دولت عربستان گرفته، پولدارای سعودی سالی 700,000 میلیارد تومان غذا هدر میدن و روزی 8 میلیون وعده غذایی رو دور میریزن. به نظرتون پولدارای عربستان بیشترن یا فقیراش؟